دستم رو سر ده. اگر سر نده هم چی؟ التماس سر ده. مادرم میبیند. خیر بچه دیدن گیرم بگذار تمام ده بینم. زنک از سر بر وقت آرا و تارا تینجی؟ تینجی خونه خالی سما سر و پا بینان دعوت کردیم. به شما زنها خدا داده است. روز نیست که یک تکلیفی نباشد. یک روزتان سر و پا بینان، روزی دیگر گهواره بندان، روزی دیگر روغن ریزان، روزی دیگر خلاصه یگان روزتان خالی نیست. مرد جان اینقدر زنها رو پس نزنید. معرکه های شما هم مردها کم نیست. از کارتان دیده آشی نهار خوری و ضیافتتان بسیار. خیر شد. گوش کن. چلی که میدانی دین بگاهی اکی حاتم به خواستگاری آمده بود. لیکن مصلحتمون نشد. بنابراین نرگس را نصیحت کن. بین مردم هر کل آوازه ها گویا که دخترمون با پسر همسایه دخترمون را نصیحت کن. اگر یگان گپ شود هردیتون را جزا میدیم. مردک جان کاری نز نشد. دینا بگاهی همسایه را بهوده رنجونده. چیزی چهره پول مالی زیادی فرموندن چی در کار بود؟ چی لازم بود؟ من چی کار کردنم را نغز میدانم. بگذار همسایه پایش را موافق کرپاش دراز کند. یار و رفیق دوستان من بسیار است. کبوتر با کبوتر باز با باز گفتند. اگر با من خدا شدن خواهد بگذار همه گفتگی های مرا اجرا کند. گپتون راست، لیکن زمانه را هم به نظر گرفتن در کار. نه هر آدم میتواند چنین توی دبدبه کند. اما بعد شرایط اکی حاتم را هم فهمیدن در کار. خودی کامران جان بچه خوب و با آداب. خیر شد. وقتی من کم کارهای ضرور دارم. از دخترم با خبر باش. میخوای با تمام آوازم داد زنم. من تو را دوست ندارم. من نرگس. کامران مگر تو دیوانه شدی؟ نرگس؟ خیز پسرم معلوم است که خوب نیستی. رفته دست رویت رو شسته بیا. من به تو گپ دارم.
بیا پسرم بیا گوش کن پسرم تو اکنون کلان شدی من و تو باید هر مسئله که پیش آید همچون مرد حل و فصل نماییم اگر خبر داشته باشی دینا از روی مسئولیت همدیگر به خانه همسایه به خواستگاری رفته بودیم لیکن پدر نرگس برای خراجات توی یک روی خطی را پیشنهاد کرد پسرم سن سال من هم از 60 گذشت یک کمتر پسندازه که برای روزی مبادا جمع کردم را اگر صرف کنم به فکرم نمیرسد مردک غم نخورید عصبی هم نشوید او به سلامتی شما ضرر دارد خرج سر زلف اینش نشد سر زلف دیگری مادر جان شما چی ها میگوی؟ آخر من نرگس را دوست میدارم و غیر از نرگس به من دیگر دختر لازم نیست مادر جان من خورد نیستم و میتوانم برای خرج توی خودم مبلغ پیدا کنم پسرم 2-3 ساله که من رنجور بودم کمی از تربیت دور مانده گپی مادرت رو گوش نکردی اگر خوب میخوندی طبیب مهندس یا اقتصاددان میشدی که امروز در سرزمین ما متخصصان بلند اختصاص چون آب و هوا لازمه هر یک جوان باید خواند علم آموزد بیهوده عالم بزرگی نگفته است اگر علم در آسمان در بالای ستاره ها باشد اهل فارس با نورمان برآمده علم را از خود میکنه من به شما جوان ها حیرانم مبلغ را خودش میافته است شما حقه اگر شما راضی باشید من به مردی کاری میروم پسرم عمر جوانی سواری اسب بادپای است تو از مردکاری برمیگردی که عمر شیرین جوانیت برباد میرود انا آفتاب عمر من هم به غروب رفته ایستاده است نه من هیچ وقت راضی نمیشوم که تو بر رسویه روی دادیش مونید رود آخر همه رفیقانش در مهاجرت مهنتیان کو جهان دیدن کار خوب است زبان هم می آموزد یک بار برای اوله دار شویش مبلغ هم پیدا میکنه زنک هیچ از همین سادگیت نموندیده از سلطانی غریبی دیده گدایی در وطن بهتر است اگر تو کار کردن خواهی مگر در وطن خودمون جای کار کم است هزارها جایهای کاری انا در نیروگاه برقی سنگتوده انتظار کارگرانم پدر جان بگذار گپ شما شود السلام علیکم من عزیز رفیقی کامران از مسکو گپ زده ایستادم عزیز جان احوالت چخیر رحمت اماکی اوتم سلامتی شما از قولان و کامران چخیر خیلی خوب اماکی اوتم اگر کامران رو به نزد ما میفرستادید خوب میشد ما در مسکو در یک کارخانه بزرگ کار میکنیم حجت‌هایمان همش از روی قانون با جای خوب هم تامینیم معاش هم خوب است التماس کامران رو هم به نزد ما فرستید آها با فکرم شما بر وقت زبان یک کرده اید نه اماکی اوتم فکری بد نکنید من آخر شما را چون پدر احترام میکنم رحمت عزیز جان برای احترامت من فکر میکنم
سپس کامران به تو زنگ میزنم. مایلش خوب تشکرم اتیوتم. مایلش سلامت باشید. همسایه؟ همسایه لبه حاضر دادیش قریب بود که فراموش کنم خانه حواسما سر و پا بینان دعوت کرده بودن من باید روم. گوش کنید، من حاضر به شهر و نزد شناسایم باید روم تا که یگان مبلغ پیدا کنم. مایلش دادیش روی سفید. کامران تو رفته کلیت ماشین رو بیار. خوب شده. مردک من رفتم. زنه از تو یک خواهش با همه زن همسایه یک بار دیگر صحبت کن. شاید که دل شوهرش رو یابد و خراجات توی را سبکتر کند. مایلش دادیش فقط شما غم نخورید. همسایه‌مان زنک خوب باید ما رو فهمد. همسایه؟ اومدم. وای دیر کردم همسایه جان. خیلی دستم رو دیر. وای دیر کردیم ها؟ دیر کردیم. راقا لگان خدمت بیاید شما دکتر بیاین همسایه بیاین خاله جان شما دیم کدام برم زیبا جمع بچه هم بگه توقع شما دیم بیاین که چه کنون کدام برم گذاری برم گذاری بیو بچه نرگی جان نرگی ساده اخ شما دیم ما بگید شما دیم شما دیم همسایه مرحمت در خدماتون سرکار شما دیم خیلی نظر خود منی بکنید ماما جان یک دوتی خیلی آمین تنی صحت دلی بیغم برکتی همی خونه خیلی برکت بریزه به عمری دراز به وقت خوش پروردگارم همیشه خدا جان دولت بیار شوشانه عروس و داماد خدا خوش پیر کنن مرغی با چوچه شون گوسفندی ببره شون دولت در سرشان بریزه خدا جان پروردگارم همه خاندار همیشه خدا جان دولت زیاد به عروس و داماد خوش پیر شون
بیا که سر پورا ببین مالش جانم قطع خیلی ماما جان بیا با امرود اول صندوق خودت توی که مالش به جان دیل به جان دیل بسم الله الرحمن الرحیم کفاف کنه خدا هر بندی مومن است شوه عروس به ما راه برسه موارم خدا جان چند یورو چند حوره کنه چند کیلو میره خدا همه خوشه پیرش و شوه عروس امین آمین بسم الله الرحمن الرحیم این سر و پای عروس این دهن شیرینی همسایه ها بگیریم این همسایه ها دهن شیرینی بگیرید دهن شیرینی همسایه این آینی عروس این پای افزالای عروس این رومالای عروس خسرو رحمت خسرو سر پای عروس خسرو دیوانه مشکل لباسای آوردگیش همه چه ارزون همش پرستوی نمیشه راست؟ زیبست؟ خدا جان میبخشید این چه سر لباسی آوردگیتون؟ همش مالهای ارزان میبخشید خدا جان همه مالهای آوردگی من همش تازه چی تعریف داری؟ چی تعریف داری؟ انا متریال آوردگی انا این متریال بینه اینه بینه این نمالش بینه این من نمالش بین انا اینش بین یا سرد مرانم وای همسایه با شما چی شد؟ او وزنی شوید او چیگه؟ او برای یک لباس شده کاری غیر ویران کردن نقص نی حالا همین خیزت رفته این دخترت به خودت نصیب کنم این نه های بگردید ایراتون کاری خوب نشید ای وحشی جان بخش چرا اسرار خود را بر روی انسان ها نمی کشایی؟ گذشتگان و اجدادان دوری ما درباره تو هزارها قصه ها گفتند و وصفی تو کردند. بچگی های من نیز در ساحل های تو بالای ریگ و سنگ زیر درختان انگت و دیگر گل و گیاهت یاد داری؟
ای بخش جان بخش، حیاتی عالمی هستی به تو لحظه بوده نمیتواند. به سخاوت و شفقت تو همه میمیرد.
تو دولتی دنیای من گنجینه مقای من تو دولتی دنیای من گنجینه مقای من تو زندگی یارای من وقتی سری بالای من تو زندگی یارای من وقتی سری بالای من تو خنده های جام من تو آتش حرفام من تو بالهای نام من تو اول و انجام من تو خنده های جام من تو آتش حرفام من تو بالهای نام من تو اول و انجام من عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو همسایه دختر جان من گلزاری من بستان من سیادی چشمان من آینده رخشان من همسایه دختر جان من گلزاری من بستان من سیادی چشمان من آینده رخشان من عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو میابم آخه من کامل جان رو مثل فرزند خودم دوست میدارم مرزک جان کاری نز نشد دینا بگویی همسایه رو بهونه رنجون دید
قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان. قانون مذکور تقاضای رشد جامعه، عنعنه و جشن و مراسم‌ها را تنظیم نموده و حفظ ارزش‌های اصیلی فرهنگ ملی و احترام به سنت‌های مردمی برای بنیاد جمعیتی روانه کرده شده است. شرایط عطای خودم رو هم فهمیدن در کار. Давай. نرگس گوش کن دخترم. مادر در خانه جیغ زن. حاضر. مادر جان. لبای. پدرم. حاضر. پدرم. لبای. گوش کن زنه. من از کاری دیگه نگاه کردم سخت پشیمانم. روزی دراز فکر میکنم. تو حق بوده ای زنک. اکنون چی کار کردنم رو نمیدانم. آخر من هم میخوام که فرزندمان خوشبخت شود. مادر جان زیق نشوید. من همه کار را حل میکنم. فقط شما بگاهی بر وقت بیاید و خلاص. برای باز داشتن автомашинаи тамғаи Nexia X 2395 RT03 ба ҳамаи постгоҳ ва автопатрулҳои хати сар супориш диҳед. ба диққати ҳамаи постгоҳҳо ва автопатрулҳои хати сар боздошт карда шавад автомашинаи тамғаи Nexia рақами давлатияш X 2395 RT03 ки ба талаботи корманди милитсия итоат накардааст. Масъулlar
موسافر کنی با این طرف رو کنی این طرف رو موسافر با تو کیو خودت پجرای ما رو گیری ها من گناه ندارم خودتون در چراغا کی سرخ گذاشته چه سرخ با ما تمام سویتافورهای شهر سبز است Sumbula, man söyledim bu alaka. Sumbula dar alaka dışarı yakın. Sumbula, avtomaşine tanıgay Nexia, rakami davlatyaş X295 ki batabı kurmadan milise itibarla kadar bud, dar kuşay dostu halkı basarama çormadas. Sabir kardeşim. فهمیدم شما را فهمیدم Avtomaşine tanıgay Nexia, rakami davlatyaş X295 CRC ki batabı kurmadan milise o idman kardan itibar nakarda bud. در کوچه دوستی خلقو با صدمه دچار شده است. با جای حادثه نقلیاتی گروه فعلی سفربر کرده شود. نظارت از بوله وسیله نقلیات قطع کرده شود. برادر، خوشمندم از ماشین فروید. کماندی اینجا یک گپ پیدا. سلام علیکم. ناظر کلان بازرسی دولتی افسانویلی ولایت مهر ملی سازی مرحمت کرده و جلسه رو بشور نماید. چخیل وجاد ما یگان گناه نکردیم. راست با همش همین مسافر گناهگار هی مسافر هی پیر شدی در خونش نمیشود آرام شوید خواهش میکنم مسافر را نرنجونید این کس با شما با جای پدرتان میشود کی گناهگار ما خودمان نقض میدونیم آیا با طلب کارمند میلیس اطاعت نکردنتان هم به این هم مسافر گناهگار است شاید اگون مصلحت کنیم یگان خیل مصلحت به کار نمی رود شما نه یک بار و دو بار است که قانون شکنی میکنید کماندیر شما میدونید بچه کیه نمیدانم و دانستن هم نمیخواهم در نزد قانون همه برابرند حجت ها ما گیره اوزیم شود خودتون با دو دستی هدف آورده میدهید بعد از ترتیب دادن حجت ها ماشین را به شعبه برید چه او شما خفه نشوید پدر این گونه جوانان حالا خیلی بسیار شدند لیکن ما وعده میدیم که همه را در اساس قانون به ترتیب میداریم پدر جان با شما یگان یاری لازم است نه رحمت میبخشید شما با کجا سفر داشتید به شهر دنابندری بودم اکنون به خانه برمیگردم با شما روی سفر
ها مرده اینقدر تیز برگشته رنگ رویتون هم پریدگی تینجیمی؟ تینجی با یک خلاصه آمدم یگان خیل قرض نمیکنیم قرض خاصیتش خوب نیست انا گو مال داریم میفروشیم لازم باشد ماشین را هم میفروشیم یک توی نغز میکنیم بگذار فرزندانمون خرسند شوند ای سلامتی باشد پول مال یافت میشود چی گفتی زنک؟ مرده هیچ چیز را فروختن لازم نیست همه کارها حل شد چی خیلی؟ اون مقصر فهمون؟ همسایه مادر نرگس جان آمده بود حاضر همش رو به شما میفهمونم Bekula. بگاه به خونه ما بیا من به تو گرد دارم زنم یه تیسر جون مهمون ها آمدن مالش خوب شده بیاد مرحمت السلام علیکم مرحمت سلامت خوب هستید اینجا هستید مرحمت غم مخور دگانه جان پدرت باید این دفعه رازیکی خودش را دیگر خیلی من نمیدونم دگانه جان نمیدونم شما علیک مرحمت بامون نگاه الهی آمین آبادی این مکان در فی کلی بلا قدم رسد بلا نرسد الله اکبر شما سیراج السلام علیکم سلام باش جوان تر بیا حضور یوسف جان چوی کش های مرحمت بانو تنی نانش کردن خیلی دیگر کرونا سلامت باشد رحمت خدا را شکر همسایه برای بخت فرزندانمون باز یک بار دیگر در
خانه شما را کوفتیم. هیچ گپ نیست همسایه. با خواست خداوند اگر فرزندانمون خوشبخت شوند شده. سیراجدی دست مهمون رو بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت. اکای آتم برای گپ و کاری دیروزه از شما عذر میخوام. بدل نگیرید. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. سلام باشید. خیلی جیان ده جوان. خون داری. آفرین. مرحبا. از بالا. اینا شما موقعی یوسف جان میگیره من کنی یوسف جان بیا. استا همش را از من فهمیده میویم. خیر من آش رو هم خوردیم. با کدام مقصد آمدنمون هم معلوم. اکنون رئیس بابا با روزگی شما به یک مقصد بیاییم و راه بخت جوانان را کشوییم. چی گفتین؟ بسیار کار خوب می شود. گفتی شما شود. من راضی. صد بار راضی. یک دقیقه. هی رحمت. بسیار کاری خوب شده. هی رحمت. نه ببالو شما انا سفیدی شما باشید مبارک شود. خدا مبارک شود. توی رو از روی تنظیم و رسم و آیین ها میگذارونیم با خراجاتی کم. درست. از دو جانب 150 نفر مهمان ها کفایه است. خرج توی رو برابر به ذمه میگیریم. ما راضی. توی رو نصیب باشد هفته آینده روز شنبه در طربخانه لیلی و مجنون میگذرانیم. چنان که مصلحت داشته من راضی. کم خرج میگذرانیم. برای اهل دیه ما باید نمونه باشیم. با فکرم همه مصلحت ها پخت و وقتی رفتن ما هم شد. با اجازت شما همسایه جان. الهی آمین. آباده همین مکان. دفع کل بلا. همه کلفت را از این خانه برداشته کند. خداوند با سربران و پیشوایان ملت و وطن که توانستند قدر هم باشد خرافات را از بین ببرند عمر دراز با برکت دهد. سلامتی بر دوام دهد. آمین رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. دگانه جان پدر رازیگیش را داد. راست؟ بله با گوش خودم شنیدم. نرگس فنای نوی زندگی بود که به وقت شما جوانان سوکی عطا کرد. نرگس کامران نرگس کامران عشق ما نجات یافت. پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو تو نون حالی پر بپر بالا بکردیم هر سر از یکدیگر ما با خبر وقت گل است و وقت بر تو نون حالی پر بپر بالا بکردیم
کردیم هر دو سر از یکدیگر ما با خبر وقت گل است و وقت بر عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو تو دولتی دنیای من گنج نی مغای من تو دولتی دنیای من گنج نی مغای من تو زندگی یارای من بخت سری بالای من تو زندگی یارای من بخت سری بالای من تو خنده های جام من تو آتش هر خام من تو بال های نام من تو اول و انجام من تو خنده های جام من تو آتش هر خام من تو بال های نام من تو اول و انجام من عهد من و پیمان تو دست من و دامان تو عهد من و پیمان تو دست من و دامان